کوچه حلیم بابا که در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر است، عائله‌های مشترک زندگی می‌کنند. یعنی یکی از سرداران عائله تاجیک و دیگری قرقیز. زندگی آنها تا امروز نوابسته از بحث‌های مرزی جریان دارد. این زن هم در تاجیکستان و هم در قرقیزستان منزل استقامتی دارد. شوهرش شهروند قرقیزستان میباشد. خیلی شوهرم 17 سال زندگی کردم یک جای. ما بینمو جدایی زندگی اون کرده نیستیم. برسه اینجا هم خانه داشتیم از طرف قرقیز و از کوچه حلیم بابا زمین دادن از مقامات قرقیز. بعد اونجا شوهرم اونجا زندگی کردن. خادم حسابی اونجا اینجا کده زندگی میکردیم. اینجا خانه پسرم بود. اوسا زن شوهر زندگی میکردیم. یکم مرتبه هر دی ما جداگانه زندگی کردیم نیستیم. زن شوهر یک جایی بودیم. یک فرزند دارم. فرزندم رسمی میگشت لیکن زن شوهر و گرازنی قرقیز باشن من تاجیک باشم ما بین ما یک دیگر فهمی بود. تا روزی که 29 اپریل و جنجالی قرقیز و تاجیکانده شوهرم تیر زد. دوتا تیر زد. همین که دی سیرس رونماسی نوحی بابا جان گفورفه برنستشان با همونجا خورفتن. دخترانی نوحی بابا جان گفورو بسیار حرکت کردن که همین آدم ساخت کنیم و همین سربلند ما زبانی نقص کردی وای کنیم که من همین گرازنی قرقیزه ولی چینی کردیم ساعت شده برومد گفته حرکتای نقص کردن. اما گرچنده که وای سالشون کلانی کدمی چخیر شد که بعد سیرس 2 مای 2021 وفات کردند. او پس از مرگ شوهرش به منزلش که در حدود قرقیزستان است کم می رود. زیرا پیوندان و فرزندانش در تاجیکستان است. خود را در خانه شوهرش تنها و بیکس احساس می کند. از این رو بیشتر وقتش را در منزل مادریش می گذراند. اما خانه شوهرش را به نظارت نمی گذارد. هفته یک مرتبه برای روبوچین می رود. وای خانه رفته زندگانی که دوستمو اکنون گپ راست است کمتر ترس و وهم دارم. فقط با پای میرم و خانم به میدارم. هیچ کس گوزه دوستکش نه. هیچ کس تنها موندم. تنهاگی ما فهمیدم این قرقیزایم به من گپ راست خلال نرساندوسیان. رفته اونجا رفته و برکمه کده با گپ نزده روحی پایین کده میبیم. پسرم شهروند تاجیکستان. وقتی که به شوهرم رسیدم منم شهروند قرقیزستان بودم. این حال اکن در همین مابین قرقیز تاجیک سرحد به حاضر زندگانی کرده سیم. در محله های مرزی ناحیه بابا جان غفورов و ناحیه لیلک بین عائله ها رشته خویش و تباری از پیش وجود دارد. این مناسبت ها تا امروز پابرجاست. پیران روزگار دیده میگویند در توی سور ما هر دو جانب تاجیک و قرقیز اشتراکی فعالانه داشتیم. همینجا یک دسترخوان کشاییم همین توی کنیم هم سگ دسترخوان می اومد دیگه کنیم همش عمده جمع میشد. قشنگ باشد این خیل بیگانه این خیل وای نبود. همه ما اهل بودیم. یک جایی اوش توی کنیم هم همین سگ توی با عمده سر میشیشتمش. ما در موضع قرار داریم که خسته‌ورز تاجیکستان و بوربوردوک قرقیزستان را به هم پیوند میکند و در این موضع ها عائله هایی هستند که به هم خویش و تباری خیلی نزدیک دارند و شاهراهی که شما دیده ایستاده اید مشاهده میکنید جانب تاجیکستان بنیاد کرده است و از این شاهراه هم نقلیات های داخل جمهوری تاجیکستان و هم قرقیزستان میگذرد. این از مناسبت خوب همسایه‌داری خلق تاجیک درک می‌دهد. مساحت محله‌های در مرز قرار گرفته جماعت دهات اوچقلعه 8 کیلومتر است. بنا به معلومات رئیس کمیته این منطقه در این محله‌ها 4 کوچه موجود میباشد. کوچه اساسی الچی ظهور و کوچه‌های حلیم بابا، بهار، دوستی و نصرالله دهقان هستند و ساکنان زندگی دارند. در همین قلعه دو همین کانال ایسی مکتب هاشم هست. زیاده 500 خوجگی استقامت میکنن. بسیارتر به همین سرحدند هم بسیار همیجنده که باش 3000 اهالی ها همین سرحد خودشان همیجنده. اینجا همین کوچی بهار میگوییم همون طرفی و موق میگوییم اون طرف ایسنش تا قریب خسته‌ورز میرد آخرش
تا در طول کشتگی. یکی از سبب دیگری که قهرمانی گزارشی ما به حولیش در مقصد قرغیزستان می رود دیداربینی با پیوندان شوهرش است. او با این عملش می خواهد پیوندی و دوستی آنها مستحکم باقی ماند. اینجا وای کردیم دفن کردیم و چقدر چه با ختم قرآنشون همون خیشایی و یه شوهرم جیغ زده مقصد به وای خانم با ختم قرآن کرده با گسیل کردی اینجا که آمده نمیتونن آینده میخواهم که صلح شود چخیل که پیشتره ما بین قرغیز و تاجیک حق و همسایه ما بسیار خوب بودیم رفت و آمد داشتیم داد گرفت داشتیم بسیار وای نق زندگانی میکردیم ما باید نمانده قرغیز تاجیک نمیگفتیم همین خانه مادرم این سوش قرغیزا زندگانی کرده از همین تولد شدیم که من همراه قرغیزا کلان شده هستم برای همین ما بین قرغیزا من دوستی همو بسیار خوب بود میخواهم که آینده هم تینجی صلحی شود و با همین دوستی دوام تید و ما بین ما عموما جنگ و جنجال نشود